کجی بیا اینجا. چه تیپ زدی؟ نه بابا تیپی رو نگو بله یاد دارم به خیر خوشی تو نمزاددار کنم. مر بابا بله بابا زود نیه تو بچه زحمت کشی واسه. بابا زود نیه به من ها؟ به من زود نیه اما 25 سال سندتونه. بابا 25 سال سندتونه میگم سر تو هم خونه توشه که اقلا بیشتر زحمت کشی. بابا من زن ما چه خوب چرا؟ نمون زن گپ کم کو زن ما چکار کنو؟ گله که بابا زنده گپ گیله کرد که پیش من نزنی. چرا بابا باید من کلونتر هم هست بابا اون زنده بیتره اون لغمه دهن خوردن نمیتونه. او دیگه چی بکاره؟ که مرزندم هر وقت خواهم دل تو زحمت کشید و این خونه به من زندگی کار کرد بعد ارزان میدم. راست میگی بابا هر رقم میفهمم میتا کنیم بابا هر باشم زنگ زنم به کی زنگ داریم؟ به اون نفر که گپ زدم. گپ زدیم بابا خب بله سلام علیکم. شکر فضل خدا الحمدلله زنده باشین. چی اول داریم برو؟ شکر. همون مسئله کار خیر که روز خودش ما گپ نزدم. او به خیر خوشی میایم امروز میایم. او تا 1 ساعت به خیر خوشی ما میایم. خوبه خداحافظ شما خیر بینی. خداحافظ خیر بینی. آنه کجی جان برای اینو زنگم بزدم. بفهمیدی؟ بابا که برای دیگه خودتو مچوم بابا مچوم نیه دیگه. خوبه بابا وقت که برای وقت میرو که کجی جان رو نمزاددار کنم بقله بالا. بفهمیدی؟ چه کار کنیم بابا؟ مومیر بخیر نمزاددار کنم. چه تعجب کردین؟ خب نه چرا میخندی؟ چرا؟ بخند. شاعر گفته هر بکس و ملل لغته. گفت اگر بکس خوردی بکسی بزن. لغت زد لغته بزن تک تا گوشی بزن. خب آخی پیانه من نام خدا صلی علا بچه کته من خود قد بیا خود قد بالا خو کته من ای چی چیلکی ای بی عقل کماله من با عقل کمال آدم بچه با عقل کمال نسبتدار میکنه بچه بی عقل کمال چی چیلکه. آفرین خوبه که از خودم میگی. هر وقت که کارکن شدی هر وقت سر به خونه شدی هر وقت این خونه زحمت کشیدی یه این کشی چند تا گوسفند رو هر وقت خرج خود خوبه با کار کرد. چند تا گوسفند پیش تو داره؟ کتو استونده گوسفند اپیل خود خوب. تو هر وقت خوشیار شدی اون موقع کار کردی بیار دونه خونه ما هم تو همینطور جیله خواهی که میبرم تو زن میدم. یه همینطور زحمت کشیده کنال این میبرم زن. همین 4 تا گوسفند که خوب بستونده جمع کرده 4 تا گوسفند 4 تا 10,000 مثلا 40,000 میشه. همینا به مینا دیگه مثلا ایرزن میده. این تا دل من جان که پیشکش خورم میتونه داره.
امال برو که با می سر کله تو بری به خوشتونی بار از سراخو که چی آدمو منطقی خو رخصت دارم تو سر کله خونگاه خو وقت اموزیان فرار کردی موزیان یک سیکو مدد تو رخ باید گیرک بابا داره این تمون از شما نه خب پرن من تحریک به تمون خود ندیدم یعنی تحریک خونه چپه برخون کرد نیه گناه تو نیه تو عقل کمال نداری بالاخره بره کجی جان بره بری بابا بری بره یعنی که باش این که لایق خدا هم نداره بابا چکاره؟ شما همین در بسته کنید چیمه؟ بگو بله بفرم گپ چی دیگه؟ بابا شما به سر خود دادیم رستگی میریم رستگی میرون تو زندون ها دیگه من دیگه پادر هوا گفتم هر وقت زحمت کشیدی به این خونه لقمه نونی پیدا کردی اون موقع دل جمع میشیم زن خودم جمع کرده میتونی بعد اون تو جلو میگم بیا کبر کتر بیا کبر بیا بانی ما بیا دستیتون نکنی لیوتونه بابا بری اینا با کجا میرن گفتم به قلعه بالا تو صاحب حکومت از اینا رو بگیرم در دهنم بند ماشینیه اگه تو کجیر زن گرفتی این دیگه به رو خوصیا میکنم بفهمیدی؟ همین دیگه به رو خوصیا میکنم صاحب حکومت سه کنم که شما کجا میری درد بکنه بابا بیا عمال تو ببین زودی پادر شدی بابا چقدر دوره برسیدی نک بیا همینجا باید. تاگلو نر بیا اون بیا سلام بیا شما ببرم به طرز باقچه کیه؟ سلام اشتری ماما جان خواهیم بخیر سلامت شما خوبی بخیر بخیر شکر زنده باشیم سلامت باشیم بگم برو شما با باقچه هم بیاین که من خود شما باقچه بله یا بله بفرمایید
کن لالا همین باخچه من برام میایه ای لالا سلام ماما جان کل اشتریم تیار خوشحالیم بخیرین سلامتین تیار هستیم خیلی خوش آمدین شما خوبین برای بخیرین سلامتین تیار هستیم میگم با اتاق میریم یا با باغچه تا باغچه میشه اینجا صحیحه بفرمایین بله بیایید بله خیلی خوش آمدین ماما جان بیایید بفرمایین بیایید عباس بله برو تو بخی برم یک ترمز چای هم بیارم اصلا یک که چای نمیخوریم چای نمایی. چای نماییم نمای. یک پیاله بخوریم نه چای نمیخوریم نه که چای هست دیگه چی رقم کشتکارا و ایجاد کشتکارا چی رقم خوبه شکر امسال خدا رو شکر بارانی هم بود اگه هسته یعنی خوبه دیگه کشتکارا هم خوب پیش میره ما جگر او روز دیگه من بیانم پیش شما بله دیگه شما انال بیامونم که جواب ما شما چی میدین جواب شما ماما جان البته معذرت میخوام ماما جو بله مگر ما دوماده ببینیم جا و جگاه شما رو ببینیم از خود کنیم ما که چی رقمه خود شما میفهمیم ماما جان که حال باله بعضی از جوانا حساب نمیشه زودی جوانا مثلا میرن به خط سیگار و به خط نسوار و به خط عمل و معتدی و اینا میرم مدا هر ساعت که میایم ما به خدمت شمانم دومادم کنیم بچی منه دومادی نه بله ماما جان چند تا بچه داره؟ 2 تا بچه دارم فقط 2 تا دسته گل یک دسته گل اینه یک دسته گل هم بخونه خود چرا می دسته گل دگر هم ناوردن که ما میدیدیم او دیگه با دنباله بستا گمه گوار جمع میکن گسپندار جمع میکنم خوبه سه با بیاریم ببینیم شما ما هر ساعت که مادر پیزال خوری میکردیم من به خدمت شمانم خوبه ماما جان سه کنین شما ما مادر خو اینا ری میکنم به خونه شما خونه و زندگی شما حساب کتاب ببینم خوش کردیم ماما جان خوبه چشم از شما کی بیتره نصیب و تقدیر رفته باشه مشکل نداره ماما جان درست گه پینیه میگم بله. اسم شما چیه کجی. اسم بچه دیگه شما چیه گیلا کجیر اینا کجیر اینه گیلک اونه سیه چی کار میکنه؟ کی؟ همین کجیر ای کار میکنه وظیفه چیه یعنی؟ گوسپند داره دیقانکریه دیگه کارهایی که خود شما میفهمید دیگه مثل امرنگ کارا ما اون کارهایی که شما داره ما هم کارا رو داریم سیه ماما جان مشکل نداره سیه خب با مگه شما کی خبر گیرم ما به شما خود ما با زنگ میزنم خوب بله خوب اگه چاشتم است که ماما یورو جان تیار باشیم اون جگر به خدا زنده باشین برای بخیر خدا باشین. حافظ خدا حافظ شما خدا حافظ تیار باشید بخیر باشید باش برو عباس اینا رو هم ری کن بفرمایید ماما جان جان میفهمم که دم چاشته میستاده میفتن قرار که دیگه با خونه لغمگک نونه میخوردن خدا و سر چی بودک یورو تیار باشیم با همون در بیاین که مگر عدس ما بعضاب شیم خوب خاطر افتین دم چاشتن ایتون نمیرفتین برم خدا حافظ شما خدا حافظ. بخیر برین سلامت باشین میگه که نامزاددار کنی بابا با خدا بابا نامزاددار نمی کنی اگه تو بابا کجیر نامزاددار کردی ما با چی پیار خونیم بفهمیدی با چی خود خونم صاحب کانال سکن بزین سرا با چی بگم رنجا شما پیار به 4 گل نکردم هر چی مسیب بگم ما عمر خور همین تا بگردم بخواهی که من کارخونی نیم یار لالا به نظری من اینا آدم ها خوبی بودن نه پیار آدم خوبه دیگه با سر کنیم زندگی اینا خونه اینا خب برو ما هم خونه و زندگی اینا ما نگاه کنیم آدم ها خوبه باشم آدم هایی باشن که حداقل دست برا پا برا باشن خب ما چی ما این دیگه دختر برای عروس کردنه حداقل مقصد باشه که دست نخودن اینا میگم دیگه ما نمایم که چیزی داشته باشیم همه دست اینا دراز نباشه پیش کسی مردم مسلمون برابر باشن همون
بدبخت شما بدبختیم. در باغه. برو عجوزه که کینه در باغچه بده. سلام علیکم، زنده باشین. حال بخیر. دیار مرارم جان جوره. زنده باشین. بفرمایید. سلامت باشین، زنده باشین. ببخشین برارم حمال یک بچگک چیچیله که خود یک آدم کتتاری خوب. اینجا آمدم. اینجا بیامده بودن. چرا؟ هیچی. من گفتم سیکو شاعر گفته به هر چمن که برسیدی بجی و بکی که اگه بشیشتی یا برفتی مثلا همونجا لطوکوب میشی. خوب. انال ما از خیر خوب. ما گفتم امین دو نفر به چی کار آمدن؟ این 2 نفر بیامده بودن به خسرونی. داده شما ولیا. برارمه همین یک وجیبیه که میبینی؟ همین چلگک. ها. خوب. بگی. کجیر من نمیشناسم اسم بلدی. خوب بگی. ای برارمه ما عمال پینیم. خوب. ای همسایه مونه. خوب. دست خود بدیم شما. سیگار CD چیه اینو چیه؟ CD بگذاری ما به شما بگم CD که میندازم از لب. خوب CD لیلون یعنی غیلون. دیگه از اینایی که میگن چرس یکی هم برارم ای دوزی هم هسته. من می تحقیقت رستی من دیدم که میته بیامدن گفتم شاید به می کار آماده باشم. برارم چرا خوره خور بدبخت میکنیم؟ چرا مثلا شما ایچه کاری میکنیم؟ خوره خور ندیم برارم بریم از تمام این مردم بپرسی. نیه ایتا عمو که همینایی که خسرونی آمده بودم. کی؟ میگم همینایی که به خسرونی آمده بودم. همین لالا خورتککی که به خسرونی بیا یه اینجا بستن. خوبه. لالو بیا یک دقیقه. این یک دقیقه بستن. کی نه؟ این لالا ما بیایم. برارمه چرا آدم خوره خود بدبخت کنه؟ چرا آدم خوره خود به جای نده که مثلا به درد حالا اگه یعنی عملیه به چی خوبی نیه؟ نه. چطور عباس؟ سعی کنیم بیانه چی میگه؟ چی میگی لالا؟ بگو برار من بگو. برار جو همین یک مرتکک کل سفید خود یک بچگک چیچیلک مال نمدم. همین 10 دقیقه میشه 20 دقیقه بیامده ها. به خسرونی شما. خسرونی داده مه. آخه خب بگو چی میگی بگو لالا. برارم CD سیگار نسوار چرس دوزی. خب چه کار شده اینا؟ میگه این بچه خورد سیگار میکشه و دزدی میکنه میتنه. تو از کجا هستی؟ به چی کی هستی ماما؟ دی پی به چی هستن جز کله؟ اسم تو چیه؟ گله. نه بیا داخل بیا. کجا بیا؟ همین دقیقه بیا. سگ و ستول. هیچ چی نداره ما بیا که تو به کار دارم بیا. بیا اینجا بیا. من اینجا بشین لالا من اینجا. سیه لشی. خوب صاحب کمار بذار پاک کنم که تره. ماما می به چشم نخوره. نمیخوری نه؟ من لا اینا. هر این بر میذارم. خوب بله. تو گفتی اسم تو چیه؟ گیلک و چی کی نگفتی؟ حسن جز کله. آخی عباس همون مرتکه نگفته که اسم بچه من یکی 2 تا گل دارم یکی گیلک یکی. ماما جان چند تا بچه داره؟ 2 تا بچه دارم فقط 2 تا دسته گل. یک دسته گل اینه یک دسته گل هم بخونه. کجیر نمیشنو کجیر مونه دیگه. آخی گو تکمه گیلک و کجیر بچه هم حال تو با گفتی گل چی گو؟ گو 2 تا دسته گل دارم. من گفتم چند تا؟ من دسته خاری هم نیم. اگه مرگو بچه نوم. من گفتم چند تا بچه داره ماما گفت اگه 2 تا بچه دارم مثل دسته گلم. نه او دروغ گفته. او 11 تا بچه داره. خلا لسه کنی حلاله. نه این میگه 11 تا بچه داره اشتنه. گیلک یک اسمیه لالا. ماما جی یک چیز دیگه او 11 تا بچه داره 3 تا هم زن داره. اینا رسم رواج از اینا ما به شما نگفتم. همه چلچلگه که میبینیم اینا میراثی دارن. همین تک زن کنه خوره خور شما بدیم برای ازی بدیم
به سر خوار شما منباقی میاره غرق که دیگه اینا راست مینه تو شما این دفعه گام تا سر سعی کنی سرشن چند تا گردک داره خودمون کله گنده خو خلالا دیگه راست میگه گله یک اسمیه شما این رمضانین چیز نوروزین 100 تا نوروز هسته گیلک اصلا به اسم بچه نداره 100 تا عباس هست اول من عباس گله یک آخی عباس گپ تو صحیحه او مرتکه بیخیان اسما هم رنگه این میگه او 11 تا بچه داره او میگه من 2 تا دسته گل دارم 11 تا بچه داره 7 تا دختر همیتنه فقط اینا رو برای سعی نمیکنه فقط همه خانواده از اینا سیل آورده ما کو بگفتم من گردن خود تیر کردم من خاطر شما انا اگه شما خیلی مشکل داره من برم پیار خور بیارم مادر خور بیارم انا چیزه ماما میارتن یک دم نالم بفته که تسر شما نیه ماما اینا نمیلم به نه بسته کرده حال رد رد از این گپالا چیکار میشاله بیخی عباس من میته ان کردم که من چه کار کنم چی بگم ماله ماما اگه خیلی خوار شما به خونه بمونده اون ما هم چیز کنم من بیایم من مادر خور بیارم من بدیم به من کاکا جو تو مغز سر تو خرابه یا تو تکلیف داری من دارم و ندارم یا خواره دارم او با اشته بخونه مونده که تو از این پیش خود گپ مفت میزنی خیر بینی برادر که بیام دی گپ به من بگفتی خیر بینی خونه تو آباد صبر کن بس تگاه بله بس تگاه که من بگی برادر جان این 20 هم جایزه تو خیر بینی خیر بینی که بگفتی کار هم دیگه هم تازی پوله این تازی خیلی پوله برو عباس تو در امریک کن با بیلا اشته کار اشتباه ماستم ما بکنم اشته ماستم ما خواره خور بدبخت کنم تو سعی کن که همین مرتکه سرسفیدی همین خجالت نکشید بیامد بچه که در عمل داره ای بیامده بچه خور که من نمزاددار میکنم خیر بینه می آدم که بیامده می بگفمه برف لالا برف عباس این بچه که باز هوشیار هم نبوده خب باز هم امیت سادا امی گپ واقعیت امیت سادا میگه یار لالا راست میگه عباس اشته اشتباهی ما ای به قد کوتاه از اینه راست میگه این دفعه که بیام لالا ازم دم در رخصت کنیم که بره اصلا من پیار رو بچه رخصت میکنم که بره میگم لالا چی فایده داره وقتی برو که کار شروع کنه که آنه چاش شد وقتی یک چنگاله افتال ما از صبح بگه نگه دره نکردیم